بینندگان عزیز درود. برنامه اخباری آزادی است و من شالگل خوجه در خدمتتان. امروز 25 سپتامبر این موضوع ها را داریم. بازگشت با پیروزی و استقبال با تنتنه. مربی‌های دسته فوتبال نورسانی توجیک از صفت بازی و نتیجه های به دست آورده قانع هستند. اون وظیفه‌ای که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد. رسانه‌های پاکستانی درباره نجات یک نفر از زیر ویرانه‌ها خبر دادند، ولی دست کم برای 22 نفر دیگر زمین لرزه مرگبار بوده است. نه کار، نه پول، نه نان. زندگی در بازداشتگاه موقتی مهاجران و خارجیان صخره ولایت مسکو شیرین نیست. من در یک بنبست قرار گرفتم، انتخاب ندارم. خودم هم نمیدانم. من به حامیان حقوق مراجعت کردم، گفتند مجبورم 2 سال اینجا بمانم. اما شروع میکنم از یک خبری دیگر. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های غربی، دلشاد نظرف، گرزانداز معروف توجیک، موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شده است. یک سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک این ورزشگری نومی را به استفاده دوپینگ یا مواد نیروافزا گمان بردانست. به نوشته این سازمان، تفتیش دوباره دوپینگ در مسابقه قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوع متابولیت تورینابول دهانی پیدا کرده است. مقامات توجیک میگویند در این باره یگان اسناد رسمی به دست آنها نرسیده است. واکنش خود دلشاد نظرف فعلا دسترس نیست. او در قطر قرار دارد. دلشاد نظرف قهرمان المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو و منصبدار بلندپایه کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان میباشد. و اکنون از خبر خوب میگوییم. 29 گل به دروازه حریف. دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان بعد از کامیابی در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 به وطن برگشتند. فوتبال بازان نورس میگویند سبقت خیلی سخت بود و آنها مهارت خود را نشان دادند. امردین اولیموف میگوید پیشواز قهرمانان در فرودگاه دوشنبه و در دل شب خیلی گرم و پرشور بوده است. این هواداران فوتبال ساعت 2:30 شب در نزد فرودگاه دوشنبه برای پیشوازی دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان آمدند. فوتبال بازان نورس تاجیک در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه ا در همه 4 بازیشان غالب آمدند و در این گروه با 12 امتیاز جای اول را صاحب گشتند. منتخب نورسانی تاجیکستان با راهبری سرمربی اهلیدین توردیوف در این مسابقه تیم‌های منتخب شریلانکا، کویت، نپال و اردن را شکست داد. صفت بازی و نتیجه‌های به دست آورده مربی‌های دسته را قانع کرده است. اون وظیفه‌ای که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما به چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. فوتبال بازان نورس تاجیک غیر چشم داشت در 4 بازی 29 گل به ثمر رساندند و همگی 2 گل به دروازه‌شان سر دادند. نشانزنی بهترین مسابقه با 8 گل حمله‌گر منتخب نورسانی تاجیکستان عبدالفتاح خدایدادزاده شد و بهترین نشانزنی چمپیونات مذکور شدم. در این اتوبوس بازیگران نورس به مرکز شهر رفتند. از غلبه‌شان استقبال میکنند. غلبه‌ای که به گفته آنها با آسانی به دست نآمده است. مخصوص از بازی با میزبان مسابقه دسته اردن یاد می‌آورند. در این بازی منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان در قسم اول 2 گل به دروازه‌اش سر داد، ولی توانست تا آخر بازی با دسته حریف 5 گل زند. در بازی آخرین که با صاحبان میدان دسته اردن بود، بازی با ما خیلی مشکل شد، اما بعد از قسم یکم مربیان با ما فهموندند که چیکار کردن لازم است و ما گفتیم مربیان را اجرا کردیم و به مقصد خود رسیدیم و در راحت به بحرین گرفتیم. قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر سال آینده در بحرین دایر می‌گردد. منتخب نورسانی تاجیکستان برای 4مین بار است که در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد. از این پیش فوتبال بازان نورسی تاجیک سالهای 2006، 2010 و 2018 به مرحله نهایی این مسابقات قلعوی راه پیدا کرده بودند.
رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. در نتیجه زلزله برابر با 5.8 درجه در شرق پاکستان کمش 22 نفر فوتیده، 300 کسی دیگر جراحت برداشتند. بر پایه معلومات پژوهشگاه گئولوژی آمریکا، مرکز زمین لرزه در شهر میرپور ولایت کشمیر است که تحت نظارت پاکستان میباشد. دوربین‌های کوچکی زلزله و فرار آدمان از بیناها را به نوار گرفتند. روز سه‌شنبه 24 سپتامبر تلویزیون‌های پاکستان نوار فروریزی بیناها بر اثر زمین لرزه را نمایش دادند. مرد زیر آوار میماند ولی با پا برخسته به جای امن‌تر میگذرد. در شهر میرپور ولایت کشمیر که زیر نظارت پاکستان است، درختان و راه‌ها چپه شده در شکاف‌های زمین ماشین‌ها فرو رفتند. به قول پژوهشگاه گئولوژی ایالات متحده آمریکا، مرکز زلزله برابر با 5.8 درجه ریختر در 120 کیلومتری جنوب و شرق شهر اسلام آباد قرار داشته است. نماینده خدمات نجات پاکستان گفت که توسط هواپیماها به مکان آفت کمک‌های نیاز اولیه فرستاده شد. بار آخر زمین لرزه نیرومند در سال 2005 کشمیر را تکان داده بود. آن زمان بیش از 80,000 نفر جان داده بودند. و طبق اطلاع اخیری که ما نصف روزی 25 سپتامبر از کشمیر گرفتیم، شماره قربانی ها به 25 نفر برابر شدن، مجروحان کمش 700 نفر بودند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پالاتای نمایندگان کنگره آمریکا تحقیق فعالیت پرزیدنت دونالد ترامپ را رسما آغاز کرد که احتمال دارد با ایمپیچمنت او بیانجامد. در این باره رئیس پالاتای نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی روز سه‌شنبه اطلاع داد. ترامپ در رابطه با صحبت تلفنیش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی به نقض کنستیتوسیای آمریکا عیبدار می شود. ادامه از تایری سفر. وکیلان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفتند به دلیل خیانت رسمیات برای رأی عدم اعتماد یا اظهار ناباوری ضد رئیس جمهور دونالد ترامپ را آغاز کردند. آنها گفتند ترامپ به اوکراین فشار آورده است در مورد سیاستمدار رقیب احتمالیش در انتخابات آینده جو بایدن و پسر او تحقیقات کنند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز 24 سپتامبر گفت ناباوری علیه ترامپ به دلیل خیانت به سوگند خورده‌اش، خیانت به امنیت ملی ما و خیانت به انتخابات درست ما ضروری است. دونالد ترامپ در حال در توییتر به این سخنان واکنش کرد و آن را آزار و اذیت پرزیدنت نامید. برنامه روی دوم میدیم کمک مادی به هموطنانی که پشت پنجره بازداشتگاه موقتی ساخر و نگهداری میشوند. در معرکه خیریه نفران زیاد شرکت نموده، حامیان حقوق به بازداشت شده‌ها مواد نیاز اول را رساندند. داستان افتادن مهاجران در ساخر و تقریبا شبیه هم است و همین گونه امکان بیرون شدن آنها از این مؤسسه حلقه سربسته را میماند. همکاران ما از تلویزیون نسته شوری در این باره گزارش دارند که آن را کیو مرسیاتو تقدیم میکند. مهاجران مسکو برای آنهایی که در بازداشتگاه موقتی ساخر و نگهداری میشوند کمکی بشری رساندند. مسئولیت جمع‌آوری مبلغ توسط شبکه‌های اجتماعی را فعالان حقوق جامعه بر دوش گرفته بودند. بعضی‌ها پول دادند، دیگران لباس و خوراکواری خیر کردند. محصولات باقی مانده را از بازار فودسیتی خریداری نمودند. این گونه اقدام خیریه را حامیان حقوق سال 4 بار تشکیل می‌کنند. با این وسیله آنها به قول به محبوسان بازداشتگاه فضای عیدانه می‌سازند. بازداشت شده ها حتی به خردترین کمک از جمله جوراب و تهپوش و مواد نیاز اولیه و آذوقواری خرسند می شوند. از طرف حکومت روزانه به سر هر کس 105 روبل جدا می شود که خیلی ناچیز است. در بازداشتگاه ساخر و زادگان تمام کشورهای سابق شوروی و حتی از افریقا نگهداری می شوند. مهاجرانی که در انتظار اخراجند به جز از کمبودهای معیشی مشکلات زیادی حقوقی دارند. آنها درباره مشکلات خود با یک امید به حامیان حقوق قصه می کنند. بختیار خواهش نمود که چهرهش را نشان ندهیم. او می ترسد که مبادا مادر بیمارش نبیند. این مهاجر 1 سال است که در بازداشتگاه قرار دارد و شاید همین قدر دیگر در اینجا خواهد ماند. او را اخراج کردن نمی توانند زیرا 200,000 روبل قرضدار است و بعد از رهایی نیز اگر قرض را ندهد از روسیه برآمدن نمیمانند. آنگاه بختیار را میتوانند باز برای 2 سال دیگر در بازداشتگاه جای کنند. من در یک بنبست قرار گرفتم، انتخاب ندارم، خودم هم نمیدانم. من به حامیان حقوق مراجعت کردم، گفتند مجبورم 2 سال اینجا بمانم. این دختری جوان که از قرقیزستان است همچنان نخواست نامش آشکار شود و شناسنامه‌اش را گم کرده است و 1 سال باز در بازداشتگاه به سر میبرد.
اخراج او نیز غیر امکان است، چون که نسبت به او پرونده جنایتی را آغاز کردند که جریمه را پیش بینی میکند. به من ورقی را دادند و من با اون به بازداشتگاه اومدم. تمام. تا این وقت من قیدی بود و باش داشتم و نمیدونم چرا چنین شد. چون این قصه ها در این بازداشتگاه خیلی زیادند. مهاجران سالها در این مرکز نگهداری می شوند که بیشتر به زندان شباهت دارد. به گفته مأموریت آنها تا حد امکان مهاجران را به وطن میفرستند و حامیان حقوق را با میل تمام اجازت درآمدن میدهند. شاید بعضی از آنها امکان آزادشوی را دارند، زیرا برای هر یک بازداشت شده ماه 58,000 روبل صرف می شود. شکایت از بالای جریمه ها خیلی سخت است. از سوی دیگر نگاه داشتن این جریمه ها بیهوده است، چون که آدمان 2 سال و 10 ماه در بازداشتگاه میشینند و بدون سپردن جریمه از آنجا میبرایند. بعدا آنها را باز به این مرکز میآورند و باز آنها در اینجا 2 سال و 10 روز خواهند ماند و جریمه را نمیسپارند. با این همه مهاجران امروز روزی خوبی داشتند. قبول تحفه در پس دیوار 10 چند حلاوت بخش است. در روسیه میمونه مهاجران کوری توجیک در مسکو میگویند آنها را باز فریب دادند. اکنون این مهاجران میخواهند رمضان قادیروف پرزیدنت چچنستان صاحبکاری به گفته مهاجران مغرور چچنی تبار را برای پرداختن حق مهنتشان وادار کند. شرکت قرضدار به عمر جبرائیلوف تعلق دارد و سال 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنت روسیه پیشبری کرده بود. همکارم عبدالله شورов به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، نخست بگو که چی مقدار مهاجران کوری توجیک معاش خود را از شرکت جبرائیلوف نگرفتند و آنها در شرکت او چیکار میکردند؟ سلام شهلا. گروه 80 نفره مهاجران تاجیکی در شرکت اونتستروی گروپ که به جبرائیلوف تعلق دارد در شهر مسکو کار میکردند میگویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و مقامات روس هم ارز آنها را نادیده میگیرند. عمر جبرائیلوف صاحبکار پرنفوذی چچن تبار در مسکو است که سال 2000 نامزدی خود را به مقام پرزیدنت روسیه پیشبری کرده بود. مهاجران میگویند هر روز بیش از 11 ساعت در این ساختمان بتون میریختند، اما شرکت جبرائیلوف معاش آنها را پرداخت کردن نمیخواهد. این صاحبکار 61 ساله رهبر گروهی بیناکاران تاجیک را که از او خواسته است معاش کارگران را پرداخت کند دشنام داده از اتاق کاریش رانده است. خب سبب سرپیچی شرکت از پرداخت معاش در چیست عبدالله؟ مسئولین شرکت چی میگویند؟ یک کارمند بلندپایه اونتستروی گروپ که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کساد شده است و چند ماه باز عهدهداری مالیه‌اش را در نزد کارشریکان اجرا کرده نمیتواند. با گفته وی شرکت در نزد کارشریکان و کارمندان 600 میلیون روبل قرضدار است و در صورت مفلس اعلان شدن شرکت و ترکه اموال هم به گمان است که برای پرداخت معاش کارگران پول برسد. در این صورت آیا مهاجران توجیک به یگانجا عرض کردند؟ بله شهلا، مهاجران میگویند به مقامات روسیه عرض کردند، اما وزارت کارهای داخلی مسئولیت را بر دوش پروکراتورا و پروکراتورا بر دوش نظارت مهنت حوالت میکند. نهاد نمیخواهد به داد مهاجران رسد. شرایط کار مهاجران در روسیه طرزی است که از نهادها دیده افراد پرنفوذ و یا به اصطلاح افطریتت ها این گونه مسئله ها را حل میکنند. عبدالعلیم یتیموف رهبر گروه بیناکاران تاجیک گفت به چندی از افطریتت ها در مسکو مراجعت کرد و حاضر بود که در صورت رویانیدن مبلغ از جبرائیلوف نصفی از آنها را به آنها همچون حق و زحمت بدهد. اما کسی راضی نشد که این پول را برگرداند. هم صحبت ما میگوید از میان افراد پرنفوذ تنها رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان میتواند به جبرائیلوف تاثیر گذارد، اما از میان تاجیکان کسی نیست که ارز آنها را بر رمضان قادیروف برساند. خب امیدواریم که به هر حال این صدای مهاجران به گوش رمضان قادیروف میرسد و مشکلات مهاجران توجیک حل خود را پیدا میکند. بینندگان عزیز، اگر میخواهید تفصیلات این مطلب را بفهمید شما میتوانید به وبسایت رادیو آزادی بروید، در اونجا در این باره بخونید و اگر میخواهید ویدیو رو ببینید پس به آزادی ویدیو برید که در اونجا ما ویدیوهای زیاد درباره زندگی مهاجران داریم. با این فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. اخبار بیشتر را از وبسایت رادیو آزادی بخونید www.azadi.org. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس میباشند و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز قرار دارند. تماشای نوید بامدادی رو البته صبح فردا فراموش نکنید، ساعت 7 با وقت پراگ. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.